توجه به اینکه ما از چه ریموور استفاده میکنیم گاهن نیاز به استفاده از ترمیم کننده داریم. تو این ویدیو من میخوام شما با دنیای ترمیم کننده آشنا بکنم، ترمیم کننده های ژلی و پامادی و ایرانی و خارجی. منو همراهی کنید. پماد سی گل حاوی عصاره درخت میموزا و پنبه‌دانه، دارای ویتامین ای مخصوص پوست‌های حساس و آسیب دیده. کرم سینره که دارای اثرات ضد التهابی و آنتی باکتریالی هستش، مناسب انواع پوسته. کرم لایزل مدل سیکاسل مناسب انواع پوسته و دارای خاصیت ضد التهابی و مرطوب کنندگیه. کرم سریتا مناسب پوست‌های خشک هستش، دارای ویتامین دی3 که موجب رفع خارش و قرمزی پوست میشه. کرم سیکافید هیدرودرم دارای ویتامین ای هستش که اثر آنتی اکسیدانی داره و مناسب پوست‌های تحریک شده و آسیب دیده است. کرم مدیلند اولترا بیشتر برای جراحی و جای بخیه استفاده میشه که از بین برنده خشکی و خارش پوست هست. کرم دکتر ژیلا که حاوی عصاره‌های گیاهی و روغن جوانه گندم هستش، مناسب انواع پوست هست. کرم ادیپدرم که حاوی عصاره بابونه، گل سرخ و موم هستش، ترمیم کننده اسکاره و مناسب انواع پوست. پماد رینوزیت میموزا رو داریم که مناسب انواع پوست، مثلا پوستای لکه‌دار، حاوی ویتامین ای و عصاره میموزا. پماد سیون مدل کالندولا به عنوان کرم سیزت هم شناخته میشه که حاوی عصاره کالندولا و زینک اکساید هستش، مناسب پوست‌های خشک و حساس. کرم اولیژن مدل اسکارفیت حاوی پیاز، عسل، کتیرا، شیرین بیان، روغن‌های همیشه بهار، کتان، زیتون و ویتامین ای هستند که خاصیت ضد التهابی دارند. کرم سیکازوم فیس دوپس مناسب انواع پوست هستش که حاوی عصاره مگنولیا و ویتامین ای هست. کرم درما سیف مدل سیکادرم رو داریم که مناسب صورت و بدن هستش و دارای ویتامین ای. ژنو حاوی عصاره میموزا، روغن کالندولا، عصاره چای سبز، آلوئه برا و برگ بلوط هستش که ویتامین ای و B5 هم داره. پماد درمالاین رو داریم که حاوی مواد مؤثر مثل فاکتورهای رشد هستش که با استفاده از نمک‌های روح یا مس و کلسیم و منیزیم به ترمیم و بازسازی پوست کمک میکنه. کرم رژودرم رو داریم که حاوی آلانتوئین هستش. در این کرم از لایه بردارهای طبیعی مثل اسید لاکتیک و اسید گلیکولیک استفاده شده که بدون ایجاد التهاب باعث لطافت و شادابی پوست میشن. پماد ژانوهیل یا عسل ژانوکس حاوی ویتامین آ، ای، آووکادو، عسل، روغن زیتون و زینک اکساید هستش که آنتی باکتریال هستن. در انتها پماد زیتون و عسل نیکا رو داریم که حاوی ویتامین های ای، سی، B2، B6، کا و اسیدهای چرب هستش که ضد التهاب و درد و آنتی باکتریال. کرم سیکالفید اون رو داریم، آنتی باکتریال، فاقد پارابن و الکل و بو هستش که مخصوص پوست‌های حساس و غیر مقاومه. این کرم حاوی عصاره موم زنبور عسل هست. کرم MQ رو داریم که حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان هستش که قابلیت جلوگیری از ایجاد کلوید رو داره و ضد باکتری هست. کرم بایودرما مدل سیکاپیو رو داریم که مناسب انواع پوست هستش، موجب کاهش درد و خارش میشه و دارای SPF 50 هست. کرم درمالیف مدل سیکالیف رو داریم که این کرم هم مناسب انواع پوست هستش و ترمیم کننده جای زخم و جراحاته. کرم اریکه دارای عصاره آلوئه ورا هست که جریان خون پوست رو افزایش میده و محرک سلول های سازنده پوست مثل کلاژن هست. کرم آدرما مدل درما لیبر پلاس رو داریم که ترمیم کننده جای زخم و بخیه هستش. کرم سیکالو ژاندابز رو داریم که حاوی روغن‌های گیاهی و کوانزیم 10 هستش که مناسب هست برای درمان‌های اسکار کلویدی و هایپرتروفی. کرم کالیدرم رو داریم که حاوی عصاره درخت گل ابریشم و ویتامین ای هستش، مرطوب کننده و ضد قرمزی و موجب تسریع بازسازی سلولی میشه. کرم اریکه دارای کرم سیکا اوریج و سیکا اکتیو پی آی رو داریم که مخصوص پوست خشک و حساس هستن. این پمادها حاوی مس و زینک گلوکاناته که مناسب طعم سنین هستند و فاقد مواد حساسیت زانه باشن. کرم اسکار استاتیک رو داریم که حاوی ویتامین ای، کیوتن و سایکوژنول هستش که مؤثر در درمان زخم‌های کلویدی و هایپرتروفیک است. کرم سوپرانیکای لافارر رو داریم که ضد خارش و سوزش و قرمزی، آنتی باکتریال هستش و خواص ضد میکروبی داره. در انتها کرم سیکادین نوروا رو داریم که جاذب ترشحات و ضد عفونی کننده زخم است. این کرم قابل استفاده برای صورت و بدن میباشد. کرم تو دسته محصولات ژلی درمالیف مدل اسکارلیفت رو داریم که علاوه بر کاهش اثرناشی از سوختگی، خطوط حاملگی و جای جوش رو هم از بین میبره. ژل آردن مدل سباما رو داریم که سازگار با پوست‌های چرب و حساسه، حاوی عصاره آلوئه ورا، گلیسرین و موم زنبور عسل هستش. ژل اسکارکیر رژووی رو داریم که حاوی فرمولاسیون خاصی از آب دیونیزی شده، عصاره شیرین بیان و سبق زانتان هستش که با توزیع یک نواخت کلاژن در پوست جلوگیری از جای اسکار و زخم کلویدی میکنه. تو دسته محصولات
ژیناژل رو داریم که بیشتر در درمان اگزما استفاده میشه، دارای عصاره سد و روغن بادام هست. ژل کنتراکتیوبکس رو داریم که هپارین موجود در این کرم با افزایش آبرسانی بافت اسکار شده رو التیام میبخشه. و در انتها ژل سمین مدل اولترا تری رو داریم که مناسب انواع پوست هستش و دارای خاصیت ضد التهابی، مرطوب کنندگی و ترمیم کنندگی هست. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. موفق و پایدار باشید.